بچه چطور خوبین؟ به خاطر ویدیو قبلی کامنت غیر فعال شده بود و چون ویو زیادی خورده بود دیگه من نخواستم ویدیو رو پاک کنم و دوباره براتون ویدیو بگیرم. هر کی که این چالش رو انجام داد و یک نظرم عوض شد. نفر اول با 10 تا شات نمایشی، حالا چه با اسنایپ با هر گانی، 10 تا شات نمایشی تو وارزون بزنه، اشکال هم نداره، ریسرجنس باشه یا بتل رویال، 500 تومن. نفر دوم 5 تا شات نمایشی بزنه، 250,000 تومن. و نفر سومم 2 تا شات نمایشی بزنه، 100 تومن، 150 تومن. این 3 تا چالش، هر کی این 3 تا رو انجام داد تو کامنت این ویدیو بنویسه من انجام دادم که من برم باهاش صحبت کنم، فیلمشم ازش بگیرم و انتقال پول رو برش انجام بدم.